بیا آقای بندی. خب سلام دوستای نازنین عزیز، امیدوارم جور و صحتمند و سلامت و تکره و تیار باشید. دلشون شاد باشد، لبایشون خنده باشد، خلقشون مهربان باشد. دیگه دوستای نازنین امروز بهروز جان رئیس متای بود گوشت مشت گوش بهروز هم دک شور خورده اسش کار نکرده. دیگه دوستای عزیز قراره که امروز این کرایی جور کنی. دیگه بهش میتونی نمیتونی. دیگه از ما تاخیر ویدیو رو برنامه رو ببینید باشین دوستان عزیزا. ابراهیمی چیز کار نه. البته این نفرها خیلی کسای دیگه هم هستن. بعدا خنجیه جمهورم نشان میده دیگه. سمیسا بیگر محمد سلام کنم. سلام دوستای عزیز، امیده که در هر جای باشین خوش آرام باشید، لباس عافیت برتن داشته باشید. امروز امور رقم که میگنید ما آقای ابراهیمی هستیم دیگه، نسیم ابراهیمی مثل علیم حیدری دیگه چند نفر دوستای دیگه مثل امروز امیده یک با یک بلاگ بلدشیم تهیه کنید دیگه. ما تاخیر بل نباشی جان مسلم تشکر بگیم. همیشه دوستتان داریم. همیشه دوستتان داریم. البته یک رنگ. یک رنگ دوست داریم آقای ابراهیمی؟ همش یک رنگ دوست داریم. مو خوبه دیگه نه؟ یک رنگ. آقای ابراهیمی عزیز ما کار کنم؟ تو اتای پیاز قای پوست کن قای لکن. پیاز پوست کنم؟ باید پیاز ناس پوست کن ریزه کن. برجا باید بوشین ریزه کن. Nici a fost asta? Meio que a morte é toda, não. Onde ele vai lá? Haydari. Haydari دیگه اسخلا. اسکاتلو. باشه. جوش خوردم تینی بخور. گوشت شده چرا ازش بال نمی؟ نه. یه تبلیغ خرخوش شده چی کنم شده؟ صحت خوب. بکشش ترابشش ترابنش. گپ موزه ای. آقای ابراهیمی از موزه یاد گرفته. اکسان کوتاه نکنم. اکسان کوتاه نکنم. بله. آوچ پایدم را برو آوچ بینج بیا. سلام دوستای عزیز، امیدوار هستم که جور صحتمند سلامت باشین در جایی که هستین. خوش آمدین در امروز بلاگ از ما از چینل بهروز رضایی چکر. البته نامش هم چکر میشه هم بندار میشه دوستای نازنین. خبر ندارم چی بوده که ماش راز اینه بندار خوش اینه چکر. هدف مجیب خالقه. یعنی جیب. خب به نام یاد خدای مهربان از دل سلام، امیدوارم که جور صحتمند باشید، در هر جای کسی خوش آرام باشید دیگه. خیلی خوشم در این روزنه برنامه طلوع میدیا دیگه. از دل قسمت که میگردین امروز ما دو فامیل مثلا چکرم بود دیگه. اینجا گوشت آورده و من فهم معرف جان خندگی بهروز جان امروز خندگی بهروز لالای چی سرشته داره. اصلا که است یا دیگره ها سرشته اصلی ریاگ ده دیگه. در نظرم کرایی پختن و وسط مو خنجگز یک شاگرد دیگه. شمون تا پایان برنامه خنجگز ما همراه باشید دیگه. طلوع میگیرم دیگه فراموش نکنین حمایت کنید، لایک سابسکرایب کنید دیگه. دیگه نانمو بخیر دیگه پختن تاجش مو خیلی زیاد خالی دیگه. ما بودیم که جای خوبه
و یا ابراهیمی ماشپزه که باش چی رقم آشپزی نه یه منه. خوب خیلی روغن روشن کنه تایی گاز را آب جواد بخیش بندازم تایی گرمی تو روغن جارم دیز دکتر بردم تینی بس چشم دوستان سر جای خوبه من عزیز کنار طرف خوبه چی قشنگ سبزی داره و جای آبازی داره و دیگر تو طرف پیش گندنه و ریحان و باز خنجگی شما دوستان نشان میدی بسیار جای خوبه خوب پالک شفقه همه چیز است ما خود مشتری امزی باغم دیگه میشه سبزی دکان میشم اینجوری آره دیگه با این دیگر بر کار تو خوب نکرد دیگه جا این اینج بلی لاله یعنی میش سه بنا اینج خوبه کم سایه هستن ما جواد خدای با صفر من الجنال مسات كده كده سمك صور الان نشنا مویا گشت بردنه گشترک نوته بس لالای درانه در دگرک خیلی خوب است من دگر نکی اسپاکی دیگه مور هلاک نیست دیگه تا خوردم ولی من دوستا برید بیا خود در میدی سرپوش دیگر باید سرپوش کنده بل نارو بشنایی بومو پاشیم دوستای عزیز زاید دل دیگه ده اینجی به خزی سبزی ها این حال مجانم دیگه خودم گل و گل روی منه دیگه راستای عزیز بسیار خوب جایه اگر کدام پالک مالک سفارش داشتین شمارش از من دیگه این میجی هر چیز است این سه ببر لالا خیلی خوب اینی گلو نه اینا کاستا اینی ولی این تا پشمیر داشته بس پیشی این قشنگ گل منه پیشین روستای باید خوب شد اینش کاستا پالک دوستای عزیز این استایلو کاستان دست زیاده این گازال ایراد گرمیه یا نه گاز پایین اینش خیلی میگه واسه کنه زیاد گرمیه دوستان گفتنم نه اینجا یه شرقه هسته اوچه یه شرقه توی توز افغانستان ایش هسته پالگه اونو پالی آخری هسته اونو یه شرقه نما خوردم شد ای خیر کنه مقصد خوب باشک نه اونه دیگه دوستای عزیز نگفتنم ما حلمه کسی قچاقبر نشان میدید دیگه این چقدر خوب پالگه پالک گندنه نگفتنم نم ریحان از خیلی خوب مقصد اینجا نیمه جل روز کسته کم افتا و مو شاید چی مایی مو سه سندر بی بال نشنه دیگه من فعلا ساعت چند بجه لاله 12 بجه؟ 12 تلت نه؟ 1 بجه است یعنی 1 بجه تا دیگه گم شد دوستی میشه سه شد دیگه سایه همه میره لیپش نشته؟ ما بری با چه خوشیم بشه تنها هم قبل دز نما آویرم بخش است که چلنگ دندان خواه باید گفت اونجا ما رفتیم گفت کجا بریم گفت خیرات خورد و بلده از ما چلنگ دندان خواه زوزگاه من خوشم نه اردنه اگلا کم بطه اینه بخیر دیگه دوستای عزیز دیگه بخیر نه کم کم روغن گرفته دیگه یک چند دقیقه دیگه باید جوش بخوری دیگه تا خوبه میت روغن بگیره بعد از او خلاص گوشت رو اضافه نیم دیگه آقا آقای طایبی کما باشتن زکات میاد؟ کما باشتن زکات میاد؟ زاهی ماشپز فعلا نه خدا شما زبان انشالله خب دوستای نازنین قرار گوشتارم ابراهیمی اضافه کنه دیگه سعی کن
دیگه اینا رو بخیر دیگه کرایی جور که دور دیگه از ابراهیمی یاد دیدیم بهشتی او داری چی کار کنم؟ بر ما بجو دیگه داشت بیا بای خلاصه چمرس هم نداره ابراهیمی نه چوک موکی خوبه کلمسفه یاره خب آب جواد گرفته؟ با قرآن ما در نمید قرآن در نمید خدا هجی راحت ریلکس باشه جان خوب دارم جان تاساسی بیادم قرار یک هم دیم دوستای عزیز دیگه بعد از اون بینیم که دیگه پختش نه بخیره نمک پرتاب بوده استاد؟ آره اینا لیه باشد دوستای نازنین دیگه دیگه امید کم خیلی امید راحت یک کمک آبی جوش هم آبی جواد آوردی اضافه کنی دیگه بلو جوش بخوری دوایش پرتاب دیگه کسا باید دیگه نمک پرتاب کنیم یک کمک مسئله هم اضافه کنی دیگه اینی بودیم چیزم بده خود سایز همونطور که گفتی که امروز ما گلاب میگیریم و دیشیم در یک باغ هم دیگه سایکل چه خوب شکلایی چی میکنه خوب آوز داره منچی همکارای از بوم مشغول باش بزیگ دویه موم امده که یک گشت داخل از حیات امیر علی امزنی بگر گندنکش کده این چقدر خوبش سبزیه ایش پالکه این ریحان همیه؟ این ریحان بیا سایکن چقدر خوبش تازه سایز دیگه از این ویدیو کسی منظره لذت بودیم چقدر قشنگ جای جور کردن خدایش یاد هزار کس دم شگر خدایش جای یک بیخی یک بلده کامل یک کار گلی نه یک خانه لاز بیخی تکمیل دیگه چیزی سامانهای بازی بچه ها مثل دیگه اون قشنگ خانه پیش هم سازکاریه دیگه اینجا خوب سبزی خوردن کشترن همکارا از اون سازی میچینه هم یک چکمه ویدیو جور منه بس ما دیگه سر کنی چی رسن اوه ماشاءالله آواز زیاد شده آقای ابراهیمی نه بلا و شفت میشه دیگه خب کار نکنم باش یک شور میدیم ایره آم شو که داشت پس
زیاد شده ماش کمک شد ما کمک شد دو پیدا شد روغنش هم قدر بود نه بریو نگرفتن روغن زیاد بود بریو نمیشه هم شده دیگه آقای ابراهیمی پشتم خیلی میادی بشه می گاز گل کنیم چطور صلاح گل سره خب نظر دوستای چطوره کاکای بیا گوش گل کرده که تا توصیف کنه که نیست که تا باید خوبه بسم الله دیش بگیر جان ما شروان نیه من حال دیگه آوشنی چیه نبشت هم اوکی میدین ها بجواب ملاقه را از داخل شما ملاقه را باید یک دقیقه دوستای عزیزین دیگه گوشت هم آماده شده آقای ابراهیمی اینم لیوا بشه تای هم لیوا بسا کنم شوروا جرده ایر آقای ابراهیمی یا شروان نیه تای چیزه؟ او بگره او گرجه باید یا آقای هستی بیشتر ما بلد نبودیم دیگه خب دست در نه دستا نکنم منظر خوب شم ده چطور تو جا فهمیدی رنگ چه مشتر آیا من نان دیگه ما دامو مزه بیان ولی شو دیگه ما صف پشکل بدیم شو مالم میگم تو پشکل زیاد شو از کاکای پختش ده نش ده خبر موت کنیم بسم الله الرحمن الرحیم عالیه دست دار نکن آقای ابراهیمی خوب چون خیلی خوب کنم جای دوستا خالی دیگه بسیار خیلی خوشمزم و دست در میکنم نه کم نیما نه زور نیما نه زور موش همه تر عالی دیگه همیت برابر حلما آقای تو خوبی؟ یه چیز که نی قسمت نیه بخدا دور اینجاش دیگه میخوام مو فعلا نوشجان نی شما مگر کدام غذا مزا دارین دیگه خلاصه برین نوشجان کن قاشق نمیگیره؟ هست نه خیلی فضای دلانگیز البته پاشه هم اینجا پیدا بشه داخل باغ جایشم خالی دیگه خب دوستا ازی بیشتر مزاحمت ایجاد نمونیم دیگه یا شما رو بلای پاک و بینیاز می سپاریم دیگه شما مگر کدام غذا مزا دارین برین نوشجان کن دیگه یا حق نگهدار تا برنامه بعدی را ممنون نوشجان کنی دوستای عزیز دیگه کن رو نینام باید بچارگو باید نتای بشین این سوی بشین پیش خالی ما